تفاوت شوخی دخترها با پسرها. دخترها وای این خونه زهراه، ببینم چوتش چی داره، بذارم یکم اذیتش کنم. چقدر وای من یه دونش برمیدارم، شاید کم بردارم چون ناراحت میشه سیسی. من اون سری ناراحت کرد چون رفت لوژ لب منو بی اجازه برداشت. حالا یه تختش هم برمیدارم و اینجا خراب شده، یه ذره تمرینش کنم، یه ذره گل بذارم. خب دیگه کافیشه دیگه، برم الان خودش میرسه پادم میکنه. بودو یه ذره گذار بودو. تفاوت شوخی پسرا. این خونه محمده، بریم یه ذره اذیتش کنیم. وای چقدر دینا داره، نامه یه سری بهش گفتم بده، گفت نداره، یه همه رو برمیدارم. تختشم سولتیه از این کاره. وای بذار چی بذارم تا انتقام خودمو بگیرم. چرا بهم نگفت؟ گفت من ندارم. اینشم میکنم. خب الان خودش میرسه، روشن کنم از برال بودو. خونش بگید دیگه انتقاممون برابر شد. خدا خفش